سال 2021 چند تا بود اون با ما چند مهاجرانی که در خارج وفات کردن شماره اینقش در دست ما نیست، لیکن من این را گفتنی هستم که همین سال 2022 در شهر بابگرد 6 نفر مهاجرای مهنتی ما با سبب زهرموچوی وفات کردن و من شما رو نمبر میکنم. از ناحیه میرسید علی حمدانی 1 نفر، محمد جانی رحمانعلی سال تولدش 2000 می باشد. از ناحیه بخش 4 نفر، فیض‌الدین نوریدین عین‌الدینویچ سال تولدش 1985. از جماعت دهاتی نورفتار فیض‌الدین قابلجانویچ سال تولدش 2001 و اینا همسمون و دهی نورفتار از یک عائله، اینا هر دوش برادرها. کبوتوف سید اکرم حسن‌الدینویچ سال تولدش 2000 از جماعت تاجیک‌آباد دهی پخت‌آباد و 1 نفر از ناحیه جیهون سلامون دیبه میرزاحجاوی سال تولدش 1992. سنه 26 سال اینها وفات میکنن و سنه 30 با تاریخ از مسکو و از فرودگاه مسکو و فرودگاه شهر دوشنبه آورده شد. ما گروهی کاری تشکیل کرده رفته از ماشین‌های تجهیزی برده به یگان مانگه آورده به خانه‌شان دسترس کردیم. بعد روزی سنه 1 نماینده‌های حکومتی جمهوری تاجیکستان آمدن و با نماینده‌های ولایت یک جای رفته همدردی بیان کرده، همدردی و موادهای خوراک کمکی مادی رسانده شد و در آینده ما در علاقه هستیم اون همونجایی که اون چی شده ما از طرف ادامه میکنیم.